در بین اهل سنت و جهمی اختلاف شد. بله از زمان سلف جهمی اختلاف کرده بودگی است. این اختلاف ولی میگم من با سوال میتونم گشت سخت دقت کنید، اختلاف معتبر نیست، اختلاف معتبر است، اختلاف غیر معتبر است. اختلافی که طائفه های باطل به اهل سنت اختلاف میکنند، این اختلاف را به انابت گرفتن خودش یک گمراهی ضلالت است. این اختلاف غیر معتبر است، این شاذ است. شما فهمیدید برادر عزیزم؟ بود اختلاف دو نوع میشه. اختلاف معتبر نوشته گیرید منهج است، اختلاف معتبر و اختلاف غیر معتبر. این اختلاف غیر معتبر رو علما میگن چیکار میکنه؟ اختلاف معتبر اختلافی که در بین صحابگان، تابعین، اتباع التابعین، اتباع التابعین 3 قرن اول یا 4 قرن اول شده، در همین مدت 3 عصر قرون المفضله شده. این اختلافات در مسائل های اجتهادی، در مسائل فروعاتی است، نه در مسئله اصل دین، نه در مسئله معلوم من الدین بضرورت. در اونها در این مسئله اختلاف نشد. کسی که دعوای اختلاف در مسئله اصل الدین معلوم من الدین بضرورت اصل صالح کرد، این بریده میره. در مسئله فروعاتی اجتهادی اختلاف شد. اختلاف معتبر، این اختلاف معتبر است. ولی ما این اختلاف اعتبار رو میگیریم و یکی از این قول برفتگیر ما گمراه یا اینو اون نمیگیم، مبتدی اینو گفته حکم نمیگه، اما حق یک است. در همین اختلاف معتبر هم حق یک است. میگم که قول اون قول ضعیف است، قول راجح این است. این یک مثال. اختلاف غیر معتبر اختلافی که از اختلافی از سلف صالح بیرون، اختلافی که سلف صالح اختلاف نکرد و بعد از سلف صالح اختلاف شد، یک یا اختلافی که ببینید یا حتی اختلافی که در زمان سلف صالح شد، یعنی اختلاف در بین سلف صالح، نه اختلاف اهل بدعت با اهل سنت، اختلاف اهل بدعت و ضلالت با اهل سنت. به مانند این که خوارج‌ها اختلاف کرد به صحابگان، قدریه‌ها اختلاف کرد به صحابگان، مرجئه‌ها به تابعین و اتباع التابعین، جهمیه‌ها به اتباع التابعین، معتزله‌ها به اتباع التابعین و اتباع التابعین، و جبریه‌ها، کلابی‌ها، جوهزی‌ها و بعد از اینها اشاعره و ماتریدی و غیره بر آمدن. به اهل سنت اینها اختلاف میکنند در حتی اصول دین. اختلاف اهل بدعت به اهل سنت در اصول دین، در عقیده، در اصول دین، در معلوم من الدین بضرورت و در فروعاتی هم و غیره اختلاف کردن. بله اختلاف هست یا نیست؟ بله اختلاف هست، لیکن اختلاف اهل بدعت و ضلالت به اهل سنت است. این اختلاف طائفه های دیگر، فرقه های دیگر به طائفه ناجیه، فرقه الناجیه طائفه المنصور است. این در درون اهل سنت اختلافی که صحابه و تابعین، اتباع تابعین در مسائل اجتهادی و غیره کردن، نه، این اختلاف دیگر طائفه، دیگر فرقه با اهل سنت. بعضی از این فرقه ها از 72 فرقه هستند، به مانند مرجئه ها، مبتدی که دوزخ میروند و بعد از این میبرند. و بعضی اینها حتی از 72 فرقه نیستند، اینها کاملا خارج از ملت اسلام هستند، اینها کفار و مشرکین هستند، به مانند جهمیه و رافضه و غیره. اختلاف اینها با اهل سنت، این اختلاف غیر معتبر است. این اختلاف رو ما به اعتبار نمیگیریم. اینها کافر است، اینها اختلافش کفر است. در مسئله توحید اومده اختلاف میکنه. این اختلاف انابت به گرفتن نمیشود. اگر کسی بگوید که انا رافضه ها در بالای صحابه ها کافر بودن یا نبودن اختلاف کردن، نه بگوید که در بالای صحابه اختلاف است، گوید کافر است. کسی بگوید که در مسئله مشرک مسلمان گفتن یا مسلمان نگفتن اختلاف است، بگوید اختلاف جهمی ها رو به انابت گیرد، کافر است. آخر در این مسئله اجماع صحابه است، ما به اختلاف جهمی و رافضه توف کردیم. آخر این منهج اهل سنت و جماعت همین است که اختلاف هایی که از اهل بدعت، طائفه ها و فرقه های باطل هست، نسبت اهل سنت به اهل سنت اختلاف کردن، این اختلاف ها رو ما اختلاف معتبر نمیگیم. برای همین ما میگیم که دیدن الله به اجماع است. اجماع در بین اهل سنت است، اما اشعری و ماتریدی، جهمی، جوهری، کلابی نو نمی. ما به گفته به سبب آنها الله دیده نمیشود گفتن، ما نمیگیم که در این مسئله اختلاف است. یا در مسئله عذر بالجهل اهل سنت و جماعت سلف صالح از صحابه، تابعین، اتباع تابعین اجماع کرد که جهل و مثلا تعویل و خطای با قصد و مثلا فراموشی با قصد، چیزی که مجرد تبرین تقسیم کردن و بیان کردن، در این مسئله ها جهل مثلا در مسئله کفر اکبر، شرک اکبر عذر نیست.
تعویل عذر نیست. اجماع در بین صحابه تابعین اتباع تابعین است. اما جهمی ها به این اختلاف کردند. کیها؟ کرامی ها. حتی علما بعضیشون نقل میکنن که جهم ابن صفوان به این مخالفت نکرد. بعضی میگن که بله جهم ابن صفوان مخالفت کرد. اما اساسی کسانی که مخالفت کرد پیروان محمد ابن کرام و بعد از این جوهیز و سمومه آشکار واضح جهل عذر گفتند و بعد از این منتشر شد. اشاعره و ماتریدی ها یک قسمش، نه همه اشاعره و ماتریدی، اکثر اشاعره و ماتریدی جهل عذر نیست. متأخرین اشعری و ماتریدی که متأخرین است، اینها آمدند و خودشون که قبوری شدند جهل عذر نیستند و بالاخره و علمای جهمی و غیر و غیره قبوری ها. آیا این مسئله اختلافی قبول است؟ آیا این مسئله رو ما اختلاف میگیم؟ نه، در بین اهل سنت این مسئله اجماعی است. اختلاف یهود و نصارا هم به این مسئله اختلاف میکنن یا مثلا دیگر و دیگرش ما قبول نمیکنیم. اونها دینشون دیگر، مذهبشون دیگر است. اهل بدعت پرابلم اهل بدعت برادر عزیزم چی است؟ اختلاف معتبر و اختلاف غیر معتبر اینا نمیفهم. همه اختلاف در نزد اهل بدعت معتبر است. اگر همه اختلاف معتبر بگیرید، الله وجود داشتنش به اختلاف کرد. اهل بدعت و ضلالت جهمی ها الله وجود ندارد میگن، یعنی الله نه در بالا نه در پایین، نه در پیش نه در پشت، نه در چپ نه در راست، در کجا نیست الله میگن. الله فقط ذهنی است. اگر این همین اختلاف هم اگر معتبر است، البته که کسی که میگه که معتبر است کافر است والعیاذ بالله. اما ما تا جایی که از اهل بدعت دیده شدیم، از اهل بدعت و ضلالت، اختلافای غیر معتبر رو، اختلافای فرقه باطل رو اختلاف معتبر میگیرن. سخن جهمی رو هم معتبر گفته شده و به مردم مسلمان اهل سنت پیشکش میکنن که در این مسئله اختلاف است، هیچ باکی ندارد میگن. حالا که در یک مسئله اختلاف شدن، اولا اختلاف معتبر و غیر معتبر است و بعد از این اگر اختلاف معتبر باشد هم هر کس از پیش خودش کدام خواهد نمیگیرد. اینجا منهج است. ما اختلاف صحابه ها رو بیان کردیم. بله، کی میگه اختلاف صحابه ها رو؟ اجماع صحابه و بعد از این اختلاف صحابه ما چیکار میکنیم؟ چه حل میکنیم مثلا؟ کی میگه برادرها یا خواهرها؟ البته برادرها هم بهتر است. جناب شیخ صابر بفرمایید. برای شیخ در اختلاف صحابه ما با صحابه هایی که چی بدن؟ ابوبکر رضی الله عنه، همین صحابه که خلفای راشدین بودن. بله، اگر همین اختلاف کرده باشد بین دیگه صحابه، این با صحابه که خلفای راشدین بودن همینا میگیم. بله، بهترین. بعد دوم نمود اختلاف، اگر این چهار یاران تقسیم شده باشه در دو طرف، اکثریت نظر. بله، اکثریت اگر مثلا دیگه صحابه بین صحابه چیده باشن، ما اکثریت میرویم. یک صحابه مثلا در یک مسئله خودش طاقه باشه، دیگه صحابه بسیار صحابه در دیگه قول باشن، ما دیگه صحابه قطعی بسیار اکثریت میرویم. بله، یک سوال دیگر، اگر بعضی برادرها همین در اختلاف بین صحابه ها اقلیت صحابه برفت، یعنی قول مرجوح برفت، قول قوی بنوی مرجوح برفت، قول راجح بنوی مرجوح برفت، ما آیا او را مبتدع میگه؟ شیخ ندارستم. بارک الله. بهترین، یکی از جواب بهترین برادر نمین است، این منهج است که ندانستم گفتن، این خودش یک مردی است، این خودش یک منهج اهل سنت است. دانستم گفتن، ندانستگی چیز برآمده گاو زدن عاقبتش ضلالت است. بهترین آدم مسلمان اهل سنت در نزد سلف صالح همین که ندانستم میگه. این مردیگری یک اهل سنت نشون میده. ما اهل سنت نمیخیل ندانستم. جزاک الله خیر برادر عزیز، الله استماع کرد. برای همین ببینید ما در اینجا مبتدی نمیگیم، برای اینکه صحابه بودن. اجتهاد خطا میگیم، خطا است میگیم، قول ضعیف است میگیم، خطا است، اما حکم به مبتدی نمیگیم. زیرا که این آدم مبتدی کنیم ما باید صحابه برامت سخنیم. اجتهاد خطا کردن. بارک الله فیک. شیخ از اگر قول سیوم اختراع کرد ایجاد باب مبتدی گفتم میشه آدم میخواه. ایوه، بارک الله فیک. اگر صحابه دو قلب اختلاف کردن، یک کس اومد قول سوم پیدا کرد، مبتدی میشه. برای اینکه از فهم سلف بیرون شد. سلف در همین مسئله فقط دو تا چیز فهمیدن،
یک یا این دوتا یا ا یا ب. یک آدم اومده و گفت، یعنی تماما از سلف بیرون شد. یعنی هر دوی قول سلف درست نیست، یک دیگه قول درست است، خودش قولش یا و غیره که این ضلالت است. اما یک قول است برادر زمان چیز است، هر دو قول سلف بعضی ها جمع میکنن، این قول سوم نیست. میگن بعضی علما میگن که در این حالت این قول صحابه و در این حالت این قول صحابه، هر دو قول جمع میکنیم. گفتن این قول سوم نیست، این همون در درون قول صحابه یا در درون همون قول سلف گشتن است. هر دو قول قبول کردن این معناش یعنی قول سوم پیدا کردن نیست. بو بناگو خطا نفهم. یعنی میگه که در مثلا قول اول میگه انا این در فلان وقت، اینش در فلان وقت. برای من اگر چی دو قول صحابه آمد، هر دوش زمان و مکان و حالت بدیده درست است. گفتم ممکن است. چه که در مسئله سه طلاق و غیره ما این مسئله رو به شما بیان کرد که سه طلاق یک وقت این خیلی بود، یک وقت این خیلی بود، هر دوشم درست است. اینه ما اصلا اختلاف نمیگوییم. اصلی مسئله اگر نظر کنید ما نباید این اختلاف بگیم. اگر چی علمای فقها اختلاف ذکر کردن ما با اختلاف بعضی میفهمیم. اصل این قضیه اختلاف نیست، همین سه طلاق. یک وقت یک طلاق، یک وقت اومدن سه طلاق. حالت زمان مکان بدیده این ایواز کرده میشه، این اختلاف گفته نمیشه. بارک الله فیک. شیخ عزیز بارک الله فیکم. یک شیخ زبان گفت که نصیحت کرد، گفت که ای طالب علم، زمانی که گفته می شود که فلان مسئله اختلافی است، بعد مثال زد گفت که مثلا تارکون صلات گفت بله، یعنی که همین سر و صداها به معنی یعنی که به صدای اختلاف است فلان است اولان است گفته، وقتی که همین چیزا را میفهمین این معنی او را ندارد که همین چیز در حقیقت اختلاف است. برای همین در مسئله تاریک الصلات مثلا هیچ اختلافی نیست گفت، ولی شما در گوشتون میاد که اختلاف است و شما به همه چیز داخل میشوید، گمراه میشوید. از همین لحاظ رجوع کردن ما به سلف این گفت افضل و بهتر است، یعنی که حقیقت است که به سلف باز بگردیم. برای همین گفت که نه همه اختلاف گفته میشوند. گفت همینجا ذکر کرد، بیان کرد، بعد همین ترک صلات مثال زد. الله بهترین سخن بارک الله فیک نقل خوب کردید از این اولی. لیکن همه چیزی که ما گفتیم به طریقه دیگر او شیخ گفت. اون من چیزی که گفتم اختلاف معتبر است و اختلاف غیر معتبر، یا اختلافی که اصلا و اختلاف ما اختلاف گفتن به حق نداره و اختلاف نیست و تفریقه و دیگر مذهب است. و این شیخ همین سخنی مرا به یک طرزی باز ساده‌تر و و دیگر من کمی وسیع‌تر کردم تا که برادرها بفهمونن که ببینید سخن شیخ خوب است، اما برادرها حیران میشوند چی به این خیل انا دیگر علما اختلاف هست گفته. برای این اختلاف معتبر و غیر معتبر که علمای اصول خیلی زیبا بیان کردن، اما سخن شیخ درست است. سخن شیخ غیر از نماز، اولا مسئله صلات، مسئله نماز ببینید حالا به یادم رسید بعد از برادر ابو سوق یکی از مسئله های مصیبتی که امروز هست اختلافی است گفته میرن. قسم به الله یک نفر آدم مرد شود بیان بکند که صحابه در همین مسئله اختلاف کردن و تابعین اختلاف کردن، و یا سلف صالح اهل بدعت و جماعتی که معذرت خواهی میکنم بعض سلف صالح اهل سنت و جماعت من به نظرم خطا گفتم، بعضی خاصه شده گپم کمتر اداره کرده مشکل شده است، معذرت خواهی میکنم برادر عزیز. یک نفر از صحابه تابعین اجماع نقل شد، یک نفر اثبات کند که اهل سنت و جماعت سلف صالح اهل سنت و جماعت کسانی که اهل بدعت اصلا یگان اهل بدعت به نزدیکی نبودن، مرجئه نبودن، هیچ چیز نبودن، 100% اهل سنت. یک روایت بیارید که تارک صلات مسلمان گفته باشه، یک امام سلف صالح رو بیارید از صحابه تابعین اتباع التابعین بیارید که قرون المفضله 3 قرن یا 4 قرن بیارید که از همه جهت 100% اهل سنت و جماعت باشد، یگان کس او را طعنه به مرجئگی جهمگی نزده باشد و او تارک صلات را مسلمان گفته باشد، یگان کس یافته نمیتواند، اصلا پیدا کردن ناممکن است. کسانی که تارک صلات را تو گفتن که کافر نیست، اینها مرجئه هستند، اهل بدعت و ضلالتی که مرجئه الفقها اهل بدعت و ضلالتی که ما خیلی کمی پیشتر گفتیم
اهل بدعتی که با اهل سنت اختلاف کرد یا اینها اهل بدعتی که از 72 فرقه هستند، از همون 73 فرقه یک فرقش ناجی جنت، 72 فرقه دوزخ میرد، یا از همون 72 فرقه هستند یا خارج از 72 فرقه کفر مشرک است. رافضه جهمی خارج از 72 فرقه است، اما مرجئه در 72 فرقه است. مبتدع ضال شکلی که در کتاب اصل سنت اعتقاد الدین اجماع سلف مرجئه ها رو میگن که المرجئه مبتدعه ضلال، مرجئه مبتدع و ضلال است. اونها اهل سنت نیست، اونها اهل بدعت است. مرجئه نام شما، چرا نام اینها رو ما اهل سنت و جماعت نمیگیم، مرجئه میگیم؟ از درون اهل سنت و جماعت در مسئله اصول ایمان که یکی از مسائل اصولی است خارج شد، اینها مرجئه. بله تکفیر کردن نمیشه، اما فرقه ناجیه نیست، از فرقه ناجیه نیست، در فرقه ضلالت است. پس اونها آمدند و گفتن که تارک الصلات کفر نیست. اناکنون به من بگید که آیا همین اختلاف معتبر است یا نیست؟ ابو یوسف یا دیگر برادر؟ برادر عزیز، یگان نفر، همین اختلاف معتبر است یا نیست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. معتبر نیست. بله دلیل است. این اختلاف غیر معتبر است. بله اختلاف معتبر نیست برادر عزیز. ما برای همین میگیم که در مسئله تکفیر تارک الصلات اختلاف نیست. میگه بعضی آدم حیران میشن، میگه که انا فلان کس گفت بله فلان کس گفت مرجئه بود و اهل سنت، یعنی از فرقه ناجیه، طایفه منصوره، فرقه ناجیه نبود، او از اهل بدعت بود. کی گفت نه؟ اهل بدعت گفتن مرجئه ها اجماع کردن سلف مبتدع ذله. برای همین بارک الله فیکم ما برای همین میگیم که در تارک الصلات، در تکفیر تارک الصلات اختلاف نیست. در بین کی اختلاف نیست؟ در بین اهل سنت، یعنی اختلاف معتبر نیست. اختلافی که ما به اعتبار بگیریم و این اختلاف شرعاً این اختلاف هست بگوییم، اگر در بین صحابه میشد، اتباع التابعین، در بین امام های سلف صالح میشد که یگان لقب بدعتی ندارن میشد، ولی میگفتیم اختلاف است. اما یک فرقه بدعتی بیاید به اهل سنت اختلاف کنه، این اختلاف ما اختلاف نمیگیم، این یک ضلالت است، میگیم خطا کرد. به خاطر چی مرجئه الفقها با تارک الصلات کفر نه؟ برای اینکه اصلی پرابلم اونها در ایمان بود، عمل از ایمان نیست. ترک عمل آدم کفر نمیکنه، برای این اومد نماز کفر نمیشه. کنی به من از دیگر سخن یک سلف بیاره که مرجئه نباشه و تارک الصلات بارک الله فیکم کفر نیست. بله شیخ این بارک الله فیک سوال میگه که هر مسئله که اجماع دارد و مقابلش اختلاف نیست اگه خیر؟ بله و مقابلش اختلاف نیست، اختلاف بشود مراد میکنه و وای اختلاف اعتبار به گرفتن ضلالت است. در یک مسئله اجماع صادر شد، یعنی ثابت شد، بعد از این کسی که اختلاف نکند قبول نیست و به اینوبت گرفتن خودش یک بی منهجی است. این سوال برای همین میاد. ما در علم اصول فقه خوندیم که برادر عزیزم وقتی که اجماع ثابت شد بعد از این اختلاف نقل کردن، این خودش مخالفت است، یک ضلالت است. اجماع از صحابه و تابعین ثابت شود، همه صحابه یک مسئله به اجماع کنند، همه تابعین اجماع کنند، ما چه دیگر آدم حق دارد که درجهش از درجه صحابه پایان است، به پیامبر از صحابه دیده دورتر است، از تابعین دیده دورتر است، بعد از اینا میاد فضیلتش پست است، درجهش پست است، به پیامبر دور است، فهمش از فهم صحابه و تابعین پایان است، زیرا که اعلم الناس الصحابه، بعد از این تابعین، بعد از این اتباع التابعین میاد. یک آدمی از همه درجه پایان بیاید و که نه اختلاف است. صحابه اختلاف نکردن، میگه نه اختلاف است. کی حق است؟ صحابه حق هستن یا این حق است؟ گپ نمین که میشه. اگر ما اختلاف بعد از صحابه رو به این نوبت بگیریم، اختلاف بعد از صحابه و تابعین رو به این نوبت بگیریم، بعد از صحابه و تابعین رو به درجه صحابه و تابعین میبرداره، نفهمیده یا فهمیده، خیلی خطرناک است. حالا کسانی که به ابو حنیفه تعصب میکنن در مسئله تارک الصلات، حنفی های متعصب مقلده، چرا علما بسیار سخن های بد زدن و چقدر مثلا این متعصب ها را سخن های مقلدی کورو اینو آنو و اینها را دوست داشتنش بدعت است و غیره و غیره. به خاطر این بدعت اونا گفتن که نه، امام ما تارک الصلات کفر نیست، اجماع باشد هم نباشد، من همین گپ ما میگیم. یعنی فهمی امامش رو از فهم ابوبکر و عمر و عثمان و علی و از فهم اجماع پیش گرفت. اعوذ بالله، این ضلالت است برادر است.
فهم امامش رو که بعد از صحابه و بعد از تابعین است آمد از امام از اجماع صحابه پیش گرفت، از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و 10 یارد اهل بدر و این از همه پیش گرفت و تعصب کرد. متعصب جاهل است و البته که این مقلد کور است، متعصب که ظالم مدل است. برادر عزیز، وقتی که سند صحیح ثابت شد که صحابه اجماع کردن، نمیگه صحابه اجماع کرده باشن من امام میگم، انا گمراهی در وجود است، انا ضلالت، انا بدعت. و متاسفانه امروز بسیار کسانی که خود را به اهل سنت و جماعت نسبت میدهند، لقب علماگی، شیخ یا که به لقب‌های طالب علمی، همه اختلاف‌های غیر معتبر را اختلاف معتبر نشان میده. اختلاف است میگن در حالتی که این اختلاف در بین سلف صالح نبود، این اختلاف در بین اهل بدعت به اهل سنت اختلاف کرده بودن. برادر عزیزم، این منهج خوب دقت بدید. متاسفانه این سخن رو من در درون درس نگفتم، شاید در درون درس میگفتم برادرها اینا خوبتر میفهمیدند و درس ها گشته برگشته بود شاید میفهمید، لیکن من در درون درسم اینا من حتما باذن الله بیان میکنم. لیکن ابو عبدالرحمن حفظک الله، ما وقتی که امروز این سوال جواب به شما میپرسم بعد جوشی که میبرید، انا همین مسئله اختلاف معتبر و غیر معتبر جدا بکنید به گروه گذارید، یک خدمتی بزرگ به برادرها و یک مسئله آسان میشه. این بسیار یک مصیبتی، جزاک الله خیر. این بسیار برادر عزیزم، این مسئله به اهمیتی نکرد، این منهج است. طالب علمی نمین است، منهج میوموزه. گپی هوا قصه نقل نکرده است من باشم. این منهج، این یک کلمه ای که سبب هدایت میلیون ها آدم میشد و سبب از هزارها فتنه خلاص شدن میشد. منهج نمین است، یک جمله اختلاف معتبر و غیر معتبر. و شما فهمیدید چقدر انسان ها به سبب اختلاف معتبر و غیر معتبر را تقسیم نکردن و نفهمیدن. امروز در حیرتن، سبب حیرت زدگی بسیار میلیون ها آدم در چه است برادر است؟ اختلاف معتبر و غیر معتبر نمیداند. غیر معتبر، اختلاف های غیر معتبر هم از سبب این طالب علم هایی که مدلس هستند، تدلیس میکنن، حق و باطل آمیخته میکنن، اختلاف معتبر گفته روان میکنن. خیلی که در مسئله حضور بالجهل اختلاف هست، خیلی اختلاف است. وقتی که علما اجماع را نقل کردن از صحابه، نامعقول کرد از کسی که بعد از صحابه اختلاف میکنه. و بعد از این برادر عزیزم یک شبهه دیگر میزنیم همینجا و به شما منهج بیان میکنیم و به این مسئله را موضوع رو میپوشیم. شاید اگر کمتر شرایط میبینیم به دیگر درس میگذاریم. برادر عزیزم، مسئله سخن نافهمو امروز آدم‌های برآمده است، انسان‌های برآمده است، سخن علماهای امروزه را، همه نمود سخن‌های علمای امروزه رو میفهمند. مسئله سخن صحابه شود، مسئله سخن تابعین، اتباع التابعین، سلف صالح شود و میگه فهمیده نمیشد. ما کتاب قتیبه ابن سعید خوانده شدیم، در زیر سخن‌های دیگر سلف و متقدمین در تفسیرش بیان میکنیم، شرحش. سخن این علما یا سخن احمد ابن حنبل، امام بخاری، حرب ابن اسماعیل کرمانی و غیر دیگر اصل سنت و اعتقاد الدین و غیره که ما بعضش خواندیم و بعضش میخونیم در آینده، از سخن‌های امروزه علما چی فرق دارد از نظر فهمیدن؟ هیچ چیز فرق ندارد از نظر فهمو بودن، بلکه منهج همین بیان میکند و تقاضا میکند که سخن اهل سلف واضح‌تر از سخن امروزه است، واضح‌تر از سخن امروزه علما، یعنی قاطع‌تر است، عمیق‌تر است، زیرا که اجماع است، واضح است، عمیق است. اما لغت عربی یگان جای دیگرش نیست. میفهمی یگان جای فهمش نیست، نفهمش یگان جای نفهمش نیست. اما این اهل بدعت هستند که شما مردم را از کتاب‌های سلف، از تفسیر سلف، از حدیث‌هایی که سلف بیان کردند، کتاب‌های اعتقادی که سلف نوشتند، از سلف شما را دور کردن می‌خواهند. برای میگن که سلف گپش فهمیده نمیشه. باید شرح سلف خونید. شرح سلف با کی میخونید؟ بعد اشعری، ماتریدی، جهمی، مدخلی میاد نابودتون میکنه.